بیاین که امروز بیشتر در مورد یک روز پرمشتری آرایشگر بفهمیم. امروز قرار خیلی بیزی باشم. خب بعد از بیدار شدن ساعت 5 صبح و گرفتن لوازم من حرکت کردم به طرف جاکارتا تا که عروس زیبای ما را با همراهش آماده کنم. من خوشبختانه 1 ساعت قبل از تایم قرارداد شده رسیده بودم و تصمیم گرفتم یک قدم کوچکی بزنم در محیط بیرونی تالار که واقعا یک وایب آرام بخشی داشت. بعدن آرام شروع کردم به چیدن لوازمای میکاپ و مو و اما بعد از آماده ساختن تمام لوازمای من باز هم وقت داشتم و مشتری‌های امروز ما واقعا مهمان نواز بودن که خوراکی ها را در اتاق دیگر برای ما آماده ساخته بودن و این اتاق را هم برای رفع خستگی مد نظر گرفته بودن که واقعا مشتری مهربانی بودن. و بعدن ساعت 9 صبح من شروع کردم بر انجام دادن میکاپ و موی همراه ها و اما از 5 همراه نازی که من آماده کردم فقط این خانم مهربان اجازه نشر ویژه‌ش برام داد. و همین قسم من اجازه نشر صورت عروس زیبای ما را نداشتم و چون عروس زیبای ما وی آی پی بود من از اول مجلس تا آخر همراهشون بودم و برای سی لباسشان 3 بار ریتاچ خاص براشون انجام دادم. و بعد یکی کار من کاملا تمام شد یه سری کوتاه هم زدم به محفل و بعد از سپری کردن یک روز پرکار ساعت 12 شب طرف خانه حرکت کردم و ساعت 1 صبح شد و من باز هم 1 ساعت فاصله داشتم از خانه و از چانس من به ترافیک خوردم. رفته ساعت 2 صبح شد و یک قدم کوچکی هم زدم تا خانه و این بخش از زندگی یک آرایشگر است که پیش از طلوع آفتاب بیدار شوی 9 ساعت کار کنی و ساعت 2 برگردی خانه. و بعد از این همه خستگی و سختی ها من باز عاشق شغلم هستم.